ما میدونیم که با پرونده آقای محمد علی حید مهری مخفی زده شده بود، یعنی دادگاه مهری مخفی زد و در جریان بررسی پرونده نه خبرنگاران و نه حتی خویش تبار خود محمد علی حید نتوانستند شرکت کنند. بگوید که با چگونه پرونده ها مهری مخفی معمولا زده میشه در تاجیکستان و آیا ضرور بود یا که اومد لازم بود با پرونده محمد علی حید یعنی مهری مخفی زدن؟ مطابق طلبات کودکس مرافعه جنایتی با اون کاتگوریای جنایت ها مهر مخفی بسته می شود که اگر در این جنایت ها در رفت تفتیش در رفت محاکمه سودی امکانیتی فاش شدن سری دولتی باشد و یا اینکه اگر این پرونده ها وابسته به حیات جنسی انسان یا که برای نابالغان باشد، در این مورد مهر مخفی بسته می شود. ولی قرائت کردن حکم سودی در همه حالت باید که آزاد باشد. در رفت تفتیشات پیشکی و در رفت محاکمه سودی از طرف حکومت تاجیکستان بنابر سبب فاش نشدن خطاگی های خود، بنابر سبب تقلب کاری، بنابر سبب همین تمامی خطاگی ها و روی آب نبرآمدن تفتیشات به چنین خلاصه آمد و سود نیز آن را دستگیری کرد که تمام مرافعه باید مخفی گذارد تا اینکه جامعه نداند که با کدام جرم ها این شخصان به جوابگری کشیده شدند، آنها برای حمایت خود چی دلیل ها را پیشنهاد میکنند. ولی خوب بیایم سر این مسئله که دادگاه محمد علی حید رو با کدام بندهای قانون یعنی متهم کرد و یعنی مجرم دانست؟ عیبی که نسبت محمد علی حید از طرف تفتیشات پیشنهاد شده است این 14 ماده را تشکیل میدهند، ولی من آنها رو به دو قسم جدا کردم. 10 ماده که ایلوگی که از 4 ماده اساسی پیدا می شوند و ماده از همه وزبین و سببگاری به حکم قتل محکوم شدن محمد علی حید این ماده 187 است کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی تشکیل نمودن اتحاد جنایتی برای صادر کردن جنایت‌های وزبین و مخصوصا وزبین این است. بعد از این یکی از مهمترین و وزبین‌ترین عیبایی که نسبت آقای محمد علی حید پیشنهاد شده است از طرف تفتیشات این برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محل‌گرایی، دینی ماده 184. بعد از آن او را نیز با دعوت‌های آشکارا برای تغییر دادن ساخت کنستانی جمهوری تاجیکستان ایبدار کردن و دعوت‌های آشکارا برای برانگیختن برای به فعالیت آوردن فعالیت‌های اکستریمیستی و اون دیگر پرونده با اون دیگر ماده ها از قبیل تروریسم، کشتار، سوی قصد به کشتار، تصرف یراق، به صاحبیت کسی دیگر دادن یراق، ویران کردن خطای علاقه، گرفتن گرفتگان و غیره از این 4 ماده اساسی برمی آید و ما نیز در این شکایت کاساسیونی خود محض دقت خود رو به این 4 ماده اساسی دقت دادیم و اویدی آن سخن راندیم، خطاگی های آن را ما نوشتیم، با سود پیشنهاد کردیم، دلیل های به اساس آنها را، سبب های برای چی سود محض با اساس های پیشنهاد شده ما دقت نداد و محض با تفتیشات پیشکی دقت داد برای چی او را ضرور شمارید در همین شکایت کاساسیونی من آوردیم. شما گفتید که بعد از قرار یعنی دادگاه شما شکایت کاساسیونی بودید. خب آیا قبول کرد دادگاه شکایت شما رو؟ شکایت و اگر کاساسیونی قبول نکرد سببش چی بود؟ چی دلیل پیشنهاد کردن گفتن برای قبول نکردن؟ شکایت کاساسیونی رو من شخصا خودم میتونستم که با دادگاه عالی برده سپارم. حکم سودی سنه 2 ایون برآورده شد و مطابق قانونگذاری تاجیکستان مهلت وکالت‌های من تا 27 ایون بود. من دیگر حجت‌هایم رو برای ادوکات شدن و استاتوس ادوکات رو گرفتن پیشنهاد نکردم. بنابر سببی که فهمیدم و درک کردم که عموما عین حال ادوکاتور تاجیک برای تاجیکستان عموما لازم نیست.
سخنان اون رو کسی گوش نمیکند و این هم خطرناک هم هست. خیلی که حادثه آخران نشون دادن خطرناک هم هست. من شکایت کاساسیونی رو از نام آقای محمد علی حید ترتیب داده اجازت سودی رو گرفتم و 15 ایون با مؤسسه تفتیشاتی رقم 1 وارد شدم با درخواست اون وقت علاقه آقای محمد علی حید در مؤسسه تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی با مؤسسه تفتیشاتی وزارت عدلیه انتقال داده شده بود و با سردار اون اجازه‌نامه سودی رو نشون دادم که من میخوام با محمد علی حید یک به یک بخورم اوید آوردن شکایت کاساسیونی. نسخه شکایت در دست من تیار هست و باید محمد علی حید اون رو امضا کند. اگر ایلوه داشته باشد میتواند اون رو با خود برده دستخط یک شکایت ایلوگی دیگر ترتیب دهد. ولی به هر بهانه که گویا که مخصوصا برای من و محمد علی حید اگر ما وخوری دیم اونها باید تمامی مؤسسه تفتیشاتی رو محکم کنن، فعالیتش رو باز دارن و خود سردار مؤسسه تفتیشاتی باید در نزد ما بیستد و نظارت کند که ما چی میگوییم چی نمیگوییم و چی با یک دیگر ارسال میکنیم و در این کاغذهای ما چی نوشتگی هست. برای همین به هر بهانه برای وخوری اجازت نمیداد و همزمان بعد از کوشش‌های زیادی من او با سردار ریاست مؤسسه اصلاحی معروف به نام شریف چخیلی که میشناسید رو زورا میگن تلفن کرد و از آنجا من خودم شنیدم فرمان شد که اگر ادوکات یورو باشد اجازت ندهید. بنابر همین یگانه راهی که بود من به دفتری شعبه کوری همین مؤسسه رفته با واسطه کارمندان همان شعبه مکتوب نوشتم و این شکایت رو نسخه این شکایت رو به آقای محمد علی حید ارسال کردم که اون خواند اون رو و ارسال کند. خیلی که بعد میدونیم بعدتر بررسی پرونده برگزار شده، شکایت کاساسیونی رو دیدن و همین دلیل هایی که ما نوشتگی هستم من باوری کامل دارم که محمد علی حید در رفت بررسی شکایت کاساسیونی از گفته است و آنها رو پیشنهاد کرده است و برای چی سود آنها رو قبول نکرد من حیرانم. بله چنانه که اطلاع داریم که البته جای این هست که شما رو به این پیروزی مبارکباد گوییم. گروهی کاری سازمان ملل عاید به بازداشت‌های خودسرانه در یک تقریبا بررسی حدود 6 ماه به این نتیجه رسید که محمد علی حید خودسرانه بازداشت است و بیگناه است و طلب کرد از حکومت تاجیکستان که هر چیز زودتر محمد علی حید رو آزاد کنند و علاوه بر این باید که به خاطر این مشکلاتی که روی سر محمد علی حید آوردن شکنجه کردن باید که خسارت پرداخت کنند که البته چنانه که گفتم شما را تبریک میگویم چنان که چه خیلی که ما میدونیم سهم شما هم در این هست. شما آید این چی گفتنی هستید؟ آیا این تاثیر دارد برای یعنی پرونده محمد علی حید؟ بله تاثیر باید کند حتما، چون که اون دلیل هایی که در شکایت کاساسیونی هست اون دلیل هایی که بعدتر نیز باز پیدا شدن ما اونها رو به اون گروه کاری سازمان کمیته ملل متحد اوید به بازداشت شده غیر قانونی ارسال کرده بودیم و در نتیجه تحلیل آموزش سنجش اونها با چنین خلاصه آمدن و به تاجیکستان با چنین درخواست و طلب مراجعت کردن. تاجیکستان باید حتما به این دقت دهد، حتما باید دقت دهد. اگر تاجیکستان مقامات قدرتی تاجیکستان با این درخواست کمیته سازمان ملل متحد دقت ندهند، با اون واکنش لازمی نکنند و پرونده محمد علی حید را یا از سر نبینند یا اینکه او را فورا آزاد نکنند، این سبب یک مشکلات آینده به خود تاجیکستان می شود. تاجیکستان می تواند باز بر روی خط و زیر سانکسی‌های گوناگونی جامعه جهانی گرفتار شود از مبلغ‌هایی که تاجیکستان برای رشد ساحه دموکراسی یا برای اصلاحات در ساحه امنیت درباره اصلاحات درباره ساحه سودی از دولت‌های خارجی میگیرد محروم شود. یعنی چنانه که
тоҷикистон дар якчанд парванда шикаст хӯрд, ҳам дар парвандаи пешниҳод кардааш ба Интерпол ва ҳамчунин дар ин парвандаи оқои Муҳаммадалӣ Ҳаид. хуб, ман як суол дар бораи шахси шумо худтон доштам. шумо чаро кишварро тарк кардед? оё баъд аз ин ки عضو کمیته دفاع از بازداشت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدید و همچنین پرونده محمدعلی حید را به عنوان وکیل یعنی گرفتید، آیا فشارها نسبت شما زیاد شد که وطن را ترک کردید؟ فشارها الکی از همون روز، از همون 16 گویم سر شده بود وابسته به همین پرونده. ولی اگر باز تاریخ رو چقدرتر کنیم، این فشارها از سالهای 2011 سالهای 2012 آغاز شده که است، وقتی که من و بزرگمهر یاروف وکیل دفاع تورجانزاده ها بودیم، برادران تورجانزاده ها بودیم. در سه پرونده اونجا اشتراک میکردیم. در اونجا فشار هم بود، در اونجا تکلیف های مقامات قدرتی بود. در وابستگی با این پرونده که ما گفته گذشته ایستادیم، میتونم بگم که سبب بازداشت شدن من با ماده 311 یعنی که افشای سری دولتی محض همین پرونده بود. گویا که من سری دولتی یعنی حکم دادگاه عالی رو نسبت اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلام رسانه‌ای کرده باشم. باید گفت که هنگام نوشتن و هنگام بازداشت و تا هنگام به خارج کشور اومدن من در دستم همین حکم رو نقپیده بودم و اون رو نخوندم. اون شکایت کاساسیونی که شما میبینید در اینجا من نوشتم، اون فقط در نتیجه تحلیل مرافعه سودی، در نتیجه اون که در رفت مرافعه سودی من دستنویس ها داشتم، زیاده از 100 صفحه دستنویس هست و تمام نشانداد شاهدان، نشانداد جبردیدهان، پرسش اکسپرت ها، گفته های هم سودشونده و پروکرور و سودی و همش رو من درج کرده بودم. و وقتی که حکم ناعدالتانه برآمد، من الکی فهمیدم که در کدام اساس این حکم برآورده شده است و چه خطایی هست و وابسته به همین شکایت کاساسیونی رو نوشتم. اون شکایت، اون حکم رو من به دست نقپیدم، به یگان کس اینستال نکردم و ندیدم. برای همین شده 23 اوگوست و همین جرم که گویا این حکم رو من رسانه‌ای کردم، من رو بازداشت میکنن. حال اون که اون مدتی که با اون من رو بازداشت کردن، صبح روز دیگر 24 اوگوست در اساس ماده 6 قانون عفو الکی بخشیده بود و مطابق طلبات قانونگذاری یگان حرکت تفتیشاتی باید انجام داده نمیشد و با برآوردن قرار مفتش من بعد فوراً آزاد کرده میشدم. ولی برعکس این بعد 3 روز اون حکم دادگاه باز عاید ضروریت تطبیق چاره پیشگیری در نمود حبس نسبت من برآمد. در آنجا هم سودجه با مفتش و پروکرور گفت که آخر برادران شما با کدام اساس پیشنهاد کردید وقتی که کردارهای جمشید یاروف زیر چیز عفو قرار میگیرند؟ ولی آنها گفتن که چنین کردن لازم است. پس سودجه قرار خود رو برآورد و فقط 3 سپتامبر من آزاد شدم. بعد آزاد شدن من تا 15 دکبر در جمهوری تاجیکستان بودم، ولی در اونجا هم وابسته به پرونده بزرگمهر ما رفتم کار میکردیم. در تماس بودیم با برادران خودمون در بیرون کشور و وابسته به پرونده های حزب نهضت اسلام، وابسته به پرونده محمدعلی حید یک توضیحات میدادیم، یک خلاصه میدادیم، یک چیز شهر میدادیم. بعد از این هم تحقیق فشار زیاد شد و ایستادن ماندن در اونجا زیر خطر بود و بغیر از این هم از معلومات های کافی انیق کرده شد که امکانیتی باز دوباره با جرم های دیگر از قبیل ماده 247 خلابی و دیگر ممکن است که من بر روزهای نزدیک بازداشت شوم و همین سبب شد که من تاجیکستان رو ترک کنم. تا مدت آخران من در تاجیکستان بودم و نهایت دیگر امکانیت نبود که در تاجیکستان ایستاده فعالیت کردم. من با همین سبب تاجیکستان رو ترک کردم و عین حال در دیگر در دولت ها هستم و پناهندگی میجویم. چنانه که این مصیبت و مشکل به سر دیگر وکیلانی مدافع کشورمان آمد. خب از شما تشکر میکنیم جمشید یاروف که وقتی قیمت خود را در اختیار ما گذاشتید و بار دیگر شما را تبریک میگویم به خاطر این موفقیتی که
خب گروه کاری سازمان ملل نسبت پرونده آقای محمد علی حید انجام داد و شما با عنوان وکیل مدافع آن کس حتما خوشحال شده اید. بینندگان عزیز، صحبت ما در اینجا به پایان رسید و وعده می‌دهیم که حتما در صحبت‌های بعدی عاید دیگر پهلوهای پرونده اعضای بازداشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با و یکی از وکیلان اعضای بازداشته حزب صحبت خواهیم کرد. منتظر باشید. خدا نگهبان شما.